هرگاه که بر رفتار نامطلوب آدمان، به گفتار بیجای آنها و خدمت بزرگ و بی‌پاداش سرسپرده‌های حیات ارزش دادن نتوانم، با آثار نویسنده دوست داشته‌ام اورون کوهزاد مراجعت می‌کنم. نوشته‌های او ناوابسته از سن و سال و طبع و ذوق کس را به اندیشه وادار می‌سازد. متاعبه و ظرافتش از یأس و ناامیدی‌ها بیرون می‌کشد، تبسم را به بار می‌آورد، خیرخواهی را در وجودتان جا می‌دهد. به همین خاطر بنده کتاب‌های او را تکرار به تکرار ورق می‌زنم. ادبیات شناس اسدالله سعدالله‌اف، نسلی که سالهای 60 به میدان ادبیات قدم نهادند و تصویر حیات زمان خود شناختن نارسایی‌های آن مشغول گشتند. یکی از چنین نویسندگان نویسنده حقیقتگو اورون کوهزاد است. اورون کوهزاد نویسنده و ترجمان، کارمند خدمت نشان داده فرهنگ تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان به نام رودکی. سبک خاص خود را دارد. این نشانه های این سبک از آغاز فعالیت ایجادی او، از مجموعه های اولینش، از حکایه ها و قصه و پاویست های نخستینش معلوم بود. کوهزاد بیشتر در ادبیات تحلیلگر است. اورون کوهزاد از آغاز فعالیت ایجادیش تا امروز هنر نویسندگیش را تکمیل داده است. اگر با راه ایجادی ایشان ما نظر اندازیم، از ابتدا میبینیم که با مردم، با سرنوشت خلق، با اون حرکت هایی که در جامعه مردم ما بودن بسیار پیوند ناگسستنی دارد. تمام هم ایجادیاتشان، هم فعالیت شخصیشان و هم نوشته هایشان. در تمام ایجادیات استاد کوهزاد یک اندازه آدم یک نظر انتقادی، نظر ارزش دهنده به حادث ها، نه اینکه تقلیدکارانه چیزی را نوشتن، اما اینکه از میخواستن که هر واقعه را گرفته باشن، نگاه کنن، بها دهند و خصوصا جهت های منفی او را بینن تا که برای هیچ نباشد، برای انکشاف خود جامعه، برای تربیت انسانی این همین جامعه کمک کرده باشند. شما به کدام مقصد، به کدام خاطر به ایجاد، به نویسندگی رو آوردید؟ چی سببی شد که به ادبیات قدم نهادید؟ من کار کورسی داشتم و من کار کورسی داده بودن همین خیلی وقت بود، گویا که یک جنبسته، یک فهمیدنی بود. حجم در مجله خورپشتک بود و به فکرم این کار دیپلمی ما چندان بدم نبود که بهای خوشم گرفت. ممکن از همون اسلوبی حجم‌نگاری و همین خیلی چیز در همون تفکری من تاثیر کرده باشد، لیکن من خودم اون وقت ننوشته بودم. بعد از سالهایی که من اول یک مدت معلمی کردم، یک مدت در انستیتوت زبان ادبیات همچون لبرند خدمت کردیم، کنیم عالم شدنی بودیم. لیکن وقتی که هم از پایه همه این چیزها کنده شدیم، دور رفتیم به خدمت حربی. شما خدمت کردید؟ بله، خدمت کردیم، خدمت حربی. در اون وقت در کجا خدمت کردید؟ خدمت حربی برای آدمایی که معلومات عالی دارن 2 ساله بود، لیکن ما در وقتی افیدیم که قریب 3 سال خدمت کردیم. اساساً در ترکمنستان، در قزل اروت گفتنی یک شهر فرستادن به چرچیق. در آنجا من خدمت کردم همچون کماندری وзвод. حرکت کردیم که همین چیزایی که مثلا در دل داریم کنی گفتم میتوانیم یا نمیتوانیم. بعد مقصد نوشتن در خدمت پیدا شد. پس گفتم میتوانیم که استاد اولین شما فضلالدین محمدی. بله، حتی گفتم ممکن که استاد اولین و آخرین. قصه و داستان‌های هجوی کوهزاد در 2 مجموعه، سری و سودای و یک سر و صد خیال به تب رسیده است. هجوی کوهزاد هجوی اجتماعی بوده، در آنها کمبودی‌های زندگی، ناکفایگی شعور اجتماعی، کرختی و ناسازگاری‌های زندگی نویسنده را به تشویش آوردند و پی برطرف نمودن آنها کوشیدند.
حکایه های این کس حکایه های انتقاد هجوی، حکایه های اخلاقی روانشناختی است. از آغاز معلوم بود که این کس به تیزتون گذاشتن مسئله ها، به انتقاد کمبودی ها، به نظر و هم از نظر هجوی و خصوصا از نظر کنایوی مذمت کردن کمبودی ها یک خصوصیت سبک این کس است. اورون کوساد در جبهه‌های گوناگون حیات ایفای وظیفه نموده است. دستیار پژوهشگاه زبان و ادبیات فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان، خادم ادبی مجله خارپشت، کارمند مجله معارف و مدنیت، محرر علمی دایره المعارف شوروی تاجیک، مدیر بخش آچرک و پوبلیسیستیک مجله صدای شرق، مدیر بخش ادبیات معاصر نشریات ادب و مشاور نثر در اتفاق نویسندگان. و بعداً استاد به اثرهای جدی رو آوردید، به نوشتن اثرهای جدی. این به چه خاطر بود؟ در تاجیکی یک گپ هست که آدم کار را در دوام کار یاد میگیرد. وقتی که به همین چیز مشغول میشوید و همیشه از پی همین چیز هستید، بعد یک همیشه خودش یک طلبات پیدا میشد که همین چیزها مثلا پرتر گفتن در کار، کاملتر گفتن در کار، اگر امکانیت شاید بود بهتر گفتن در کار. برای کاملتر گفتن، وسیع‌تر و کامل و گفتن، البته که همین ژانرهای خردقتی کار بود نمی شود. بعد مجبورید که مثلا به ژانرهای اندکی این تو وسیع‌تر مراجعت کردن در کار. در ایجادات کوساد اثرهای کلانحجم موقع مهم دارند و این اثرها سیمای فردی او را معین می سازند. پاویستای راه عقبه، پسندره، کینی خمار، بندی آزاد، رمان همکوه بلند، هم شهری عظیم از مرحله مهم در جستجوهای جدی ایجادی نویسنده گواهی می دهند. نثر کوساد نثر پسیخولوژی، نثر اندیشه هاست. نویسنده و قهرمانان او رویدادهای زندگی را با حسیات به اندیشه گرفته معنای و مضمون آن را همه طرفه سنجیدن می خواهند و خواننده را نیز به فکر کردن و فهمیدن این ماهیت وادار می سازند. واقعه و حادثه ها را همین طور بدون سره کردن، بدون ملاحظه کردن، بدون تحلیل کردن به قلم نمی بیارد. هر کاری که می کند مثل یک عالم، مثل یک دانشمند، مثل یک محقق او را می آموزد درست‌تر از منبع‌ها، از صحبت‌ها، از کتاب و از بایگانه ها بیشتر آموخته. بعد از آن را همطوری که میگویند از حلاجی ایجادی خود کارخانه‌اش گذرانیده، بعد از آن روی کاغذ می‌بیارد. یک وقت من و یک مناسبتی از او پرسیدم که چگونه می‌نویسید؟ طرز نوشتن شما چی است؟ گفت من اول می‌آموزم، بعد یک بار رونویس میکنم، دو بار روی نویس میکنم و بار سوم و چهارم روی نویس میکنم و نهایت پخته میشد و از دست میبرد. این طرز نگارندگی به اصطلاح قدیمی تر است. مثل نویسنده های روس، تولستوی همین کار را میکرد، چیخوف همین کار را میکرد، تورگنیف همین کار را میکرد که یک حکایه را چندین مراتبه رونویس میکردن، تحریر میکردن، تکمیل میدادن. بنابراین هم در بین نوشته های کوزاد چیزهای تصادفی، خام و ناکامل به نظر تقریبا به نظر نمیرسد. ایشان به همه موضوعهای و سوالهایی که روز در نزد جامعه ما میگذاشت کوشش میکردن که جواب گویند و یک جواب ادبی بدیعی و در این زمینه یک اثر ناتکرار میآفریدند. وقتی که رمان بندی آزاد بود، نام اساسیش که این رمان با بعضی مشکل‌ها برای چاپ رسید و با نام هم کوهی بلند هم شهر عظیم به چاپ رسیده بود، در همونجا استاد کوزاد مسئله کاسته شدن اخلاق جامعه ما را به میان گذاشته بودند و ما را هشدار داده بودند که این کاستگی اخلاق، کاستگی معنویت جامعه ما را به کجا میبرد. در رمان هیجا این مسئله
بسیار عمیق و زیر پهلو تحلیل می شود. ریشه های نویسنده به ریشه های تاریخی این فاجعه رو می برد و اون ریشه های تحلیل می کند و به ما نشان می دهد و خواننده را هشدار می دهد که همیشه ما باید از تاریخ عبرت گیریم، چون که حادثه هایی که در تاریخ رخ می دهند بیهوده و بی زمینه با وجود نمی بیایند و همه آنها سبب دارد، زمینه دارد و نتیجه دارد. و چگونه اثرها چی موضوع ها رو در بر می گرفت اثرهای شما و مقصد از این موضوع ها، دستگیری این موضوع ها؟ خب همیشه اکنون نیتی مؤلف هم هست و قبولی خواننده هست، طلبات زمان هم هست، همش هست. لیکن اکنون همه اثرهای من یک موضوع ندارن، اونها هم موضوع ها خیلی گوناگون هستند. تمام کردم یک رمان با نام هیجا، قریب یک تاریخ 150 سالگی زندگی ما در بر میگیرد. این اثر تاریخی است. تاریخی به معنای نامبر کردنی فکت های تاریخ نیو، تاریخی به معنای فکر، عقیده، فهمیش، بینیش که در همین زمان ها تفکر مردم چقدر تغییر می‌یابد. تفکر علمی چقدر است، تفکر دهقانی چقدر است و این تفکرها برای خودی همین جمعیت ضرر دارند یا فایده دارند، منفعتشان رسیده است یا ضررشان رسیده است. اون مسئله هایی که در پسندره گذاشته می شود و محیط معنوی دهات ما را روشن میکند امروز هم مهم هستند. امروز هم ما حالا از اون محدودیت های عادی چیزهای مایده را بزرگ کردن خلاص نشده ایم. ما باید که این اثر، یعنی امروز هم زمانوی صدا میدهد، ما باید که در جامعه ما درباره مسئله های مهمی بزرگ ملی، جمعیتی، اجتماعی، اخلاقی فکر کنیم. اینجا مسئله دیگر هست در همین قصه پسندره، مردم با اون زندگی عادی مقررشون اونقدر عادت کردن که دیگر قدرت و توانی تغییر وی را ندارن. در حکایه پاویس‌های استاد گوزاد همین مسئله عادت کردن، یعنی پسیکولوژی عادت خیلی خوب گشوده شدگی. ما باز میگم که ما کمبودی مهمترین ما این است که ما قدرت و قوه تحلیل، نقد کردن این مسئله ها را حالا یاد نگرفته ایم و به زودی به چیزهای منفی هم حتی عادت میکنیم و پسیکولوژی عادت هم میگیم. وقتی که عادت کردید و محاکمه نمی شود، محاکمه که نشد دیگر تمام امکانیت انکشاف از بین می رود. حادثه هایی می گیرد که اون حادثه ها اونها در جامعه تاجیک، در تاریخ ملت تاجیک اونها حادثه های خیلی مهم و جدی بودند و یک حادثه های بودند که بعد از آن دوره دیگری تاریخ تاجیکان شروع می شد و بیشتر خصوصیت فاجعه رو داشتند. واقعه و حادثه هایی که به زمان های خیلی مرکب و مشکل زندگی بود. سالهای 20، 30 دوره جدیدی، سرنوشت استاد عینی، اون واقعه هایی که در رمان هیجا تصویر میشن اونها رو وای میکرد. بیشتر به همین مسئله، به حل این مسئله ها دقت کردنش این است که وای میخواهد که با رو آوردن به مرحله های واقعا حل کننده و سرنوشت ساز تاجیک، تاریخ خلق تاجیک رو، سرنوشت خلق تاجیک رو تحلیل کند و دایره تحقیق کشد و دورنمایش رو معین کند و به فهمی اون واقع و حادثه هایی که امروز میگذرد و آنها رساند. مثلا رمان هیجا، رمان اون قصه یک روز دراز، روز بسیار دراز، رمان بندی همین خیلی خصوصیت دارند. نویسنده اورون کوهزاد در اثرهای خود فکر و اندیشه های مهمی دارند و همه آنها گرد یک مسئله معین چرخ میزند. کوهزاد حادثه هایی را که به انکشاف فردیت انسان و ترقی همه‌جانبه شخص ممانعت میکند بیشتر به محاکمه میگیرد. اثرهای شما به زبانهای گوناگون ترجمه شده است و خود شما نیز اثرهای زیادی را ترجمه کرده اید. این ترجمه در فعالیت شما چه موقعی داشت؟ اون چیزایی که از من در ترجمه شده است، این
چیزو معلومن مشهورن در فکر اینجا حاجتی اونو تکرار کردن نیست. من بهترش درباره اون چیزایی میگم که من ترجمه کردم. خب همینجا من مشکلی بود آخر. مشکلی در چی بود؟ مشکلی در این که مثلا برای نشریات های تاجیکستان از مسکو روی خط میدادن که فلان اثرها به زبان تاجیکی ترجمه کرده شود و در نشریات اون اثرها رو به همون ترجمان هایی که مثلا میشناختن و متخصص هستن و به همون ها تقسیم کرده میدادن که شما ترجمه کنید و چاپ کنید. در همینجا کاری من عکس دیگرها کنم. من اون چیزی ترجمه کردیم که من دلی خودی من خواست است و من معقول بود است. یعنی که این در خود شما یعنی که این در روی خطی نشریاتم نیست، نشریاتم سفارش نداده است و معلوم نیست که باید چاپ میکند. لیکن من توکل ترجمه کردم. مثلا یک نویسنده سرب هست با نام رادوی دامانوویچ. یک پویست دارد با نام استرادیا که اینه در تاجیکی عقوبت آباد یا ستم آباد گفتم ممکن. من هم تو بی اونی که نمی اثر چوب می شود یا نمی شود، صاحبی چوب می آبد نمی آبد، مردم چی می گفت؟ موضوع اثر دموکراتی برجازی. این کدام سالها؟ این سالهای وای مردک خودش وای کتاب چاپ شدگی سال 1910. سال 1910 چاپ شدگی. ترجمه من چاپ شدگی سال 1900 ممکن